و دوام چیز کی ضروری است برای مسلمان پیش از رفتن به بیت الله و نمو علم حج است. حج یک رکن از ارکان اسلام است، مثلی که کردن حج فرض است اینطور یاد کردن حج فرض است. حج فقط نام یک دو چادر نیست که او را ما و شما احرام میگوییم. حج مثل نماز فرائض داره، واجبات داره، مفسدات داره، مکروهات داره. لہذا او نمو حج که بر اصول برابر باشه او را حج مبرور میگویه. والحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنه. برای حج مبرور که بر اصول برابر باشه برای نمی حج غیر از جنت دیگر بدله نیست. الله تعالی به اینمی بنده خود جنت در عوض اینمی عمل میته. ولی وقتی که ما و شما میخواهیم که حج خود را بر اصول برابر کنیم برای علم ضروری است. بغیر از علم، بغیر از معرفت نماز صحیح نمیشه، زکات صحیح نمیشه، روزه رمضان صحیح نمیشه. بغیر از علم و معرفت حج بیت الله چطور صحیح میشه؟ یاد کردن احکام حج بر اونمو کس که به حج میره حج بر او فرض است، برای او یاد کردن احکام حج فرض است. اینمی سبب است که در بسیار اعمال روایات موجود است که یک انسان عمل میکنه، عمل خیر میکنه، عمل دین میکنه، ولی پس از عمل کردن او دیگر هم برباد میشه. چرا؟ زیرا که اونمو عمل بر اصول برابر نیست. رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. بسیار مردم است روزه میگیره ولی اونمو انسان از گرفتن روزه بغیر از گرسنگی و بغیر از تشنگی دیگر چیز به دست نمیاره. چرا؟ روزه گرفته به این سبب که روزه گرفته ولی روزه او بر اصول برابر نبود، موافق احکام نبود. ما و شما ما اینمی گپ را بار بار تکرار میکنیم که ما و شما همراه الله تعالی دو وعده کردیم: لا اله الا الله اقرار بندگی، محمد رسول الله طرز بندگی. لا اله الا الله اقرار بندگی، یا الله فقط تنی تنها شما مستحق عبادت هستی، ما عبادت شما میکنیم. ولی عبادت به کدام طریقه میکنیم؟ به طریقه خود محمد رسول الله طرز بندگی. یا الله و نمو عبادت و بندگی به طریقه محمد صلی الله علیه وسلم میکنیم. لہذا اگر عبادت نبود هلاکت، اگر عبادت بود طریقه نبود هلاکت. رب مصل یصلی و هو یلعن علیه. بسیار مردم است که نماز میخوانه، او نماز میخوانه در نماز استاد است و هو یلعن علیه. الله تعالی و نمو کس را برو کس لعنت نازل میکنه بر نماز گزار. چرا؟ زیرا که نماز خو اینطور نیست که بس به هر طریقه استاد شدی نماز است. نماز اصول داره، آداب داره، احکام داره، فرائض داره. رب قار یقرأ القرآن و هو یلعن علیه. اینمی کلام الله است، قرآن کریم است. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان کرده بسیار مردم است که قرآن تلاوت میکنه، در دست او قرآن است ولی الله تعالی بر اونمو انسان لعنت نازل میکنه. چرا؟ زیرا که قرآن خواندن اصول داره، طریقه داره، آداب داره. اینطور حج کردن دوم کار که برای حاجی صاحب ضروری است پیش از رفتن به بیت الله یاد کردن احکام حج است که احکام حج را باید یاد کنه.